مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با عبدالسلام دهاتی 15 ماه 1 سال 42. رفیق دهاتی، مکتوبی 15 ینور فرستاده اتان رسید. در خصوص قهرمانان گذشته من به این فکر آمدم که حاضر درباره تیمور ملیک یگان پارچه چیزی ادبی نویسم. به ابن مقنع باشد بعد از آن مشغول شوم، چون که مسئله ابن مقنع یک درجه مرکبتر، زمانش از ما دورتر و منبع کمتر است و بنابراین یک قدر تفتیش های زیادتر و از سرگذراندن دشواری های بسیارتر را از نویسنده طلب می کنند. طبیعی است که تیمور ملیک کوتاه‌تر و ابن مقنع درازتر می شود. این فرق حجم هم اول نوشتن تیمور ملیک را طلب می کند. اما در خصوص به چاپ تیار کردن بعضی پارچه های به مدافعه وطن آید بوده اثرهایم فکر من این است: خواه از داخونده باشد و خواه از غلامان، نشریات باید بعضی پارچه های مناسبش را به من نشان دهد که من از سر نو کار کرده و به شکل یک رسالچه مستقل در آورده دهم. زیرا اگر من از پیش خود این کار را کنم عجب نیست که به نشریات مقبول نافتد و مهنت من هم به بس رود. مکتوبی که ریدکسی تاجیکستانی سرخ از وجه پارچه آخرین من به من فرستاده بوده است رسید و من جواب هم نوشتم. جواب در 2 ینور بود. موافق تکلیف من باید آن دستنویس را به من می گرداندند برای موافق فکر خود دوباره کار کرده دادن و اگر ریدکسیا به فکر من راضی نباشد کار کرده به یگان گزیته دیگر دادن. اما تا حال نتیجه نیست. اگر به محرر یا به رفیق ترسونزاده راست آید تأکید کنید که همان حکایه را به من زودتر برگردانند، چون که بعد از شکستن کلی خوردن گرمانیا آن حکایه اهمیت خود را گم می کند و مثل داروی موش کشک شده می ماند. 4 روز پیش از این خواهر احراری به خانه من آمده به من گفت که از اکم 2 ماه باز خط نگرفته ایم. بی هم در تشویش افتادند و به من فرمودند از شما پرسم که به شما خط هست یا نه. من از استالیناباد رفتنش باز به من خط ننوشتن احراری را به او گفتم و بعد از آن پشیمان شدم که این گپی مرا مادرش شنود باز هم زیادتر به تشویش می افتد. اگر به احراری واخورید گویید که به مادرش از سلامتیش خط نویسد. دور و دراز در تشویش گذاشتن مادر درست نیست. آنان کوگلی بالا را بالان کوگلی دالا را نشود. احوال خودم به مناسبت زمستان خوب نیست. در 8 ینور در سمرقند مجلس اینتلیگنسیا شد. عبدالرحمانوف اشتراک و دخالت کرد. مرا هم دعوت کرده بودند. در بازگشت ساعت 1:30 شب در شمال بلند در 15 درجه خنکی به خانه پیاده برگشتم. طبیعی است که گریپ شدم. به گوش و دندان و چشم و دست و پا از لجنه نشد. بسیار عذاب کشیدم. امروز یک قدر بهتر، هرچی واسپلین لاخی نشده گذشت. عجابت در این جاست که 14 ینور شب ادبی اعلان کردند و در افیش شب را عینی میکشاید گفته نوشتند، اما خبر ندارند که عینی در چه حال است. نمیدانم که شب ادبی چگونه گذشت. در هر حال باید
شبی گذشته باشد. ذاتاً رفیقان ازبک و تاجیک گمان نمی کنند که آدمی پیر زود بیمار می شود. بنابراین هیچگاه نمی پرسند که صحت چطور است. اما هرگاه که یکی از روس‌ها به من واخورد، تکرار به تکرار سلامتی را می پرسد و از تکرارم پرسیدنش معلوم می شود که احوال پیری را حس می کند. اما به رفیقان ازبک و تاجیک اگر من گویم که پیر شدم و هوای ناباب به من تأثیرهای علاج ناپذیر کردنش ممکن است، می گویند یا شاریش گرک یا شاریش بیزینگ زمانه میز یا شاریش زمانه دیب. این سخنی سرخ البته یک کسی 67 ساله عمر حقیقی من را از 40 ساله پایان نمی کند. این سرخ سخن نمی داند که معنی یا شاریش جوانشوی جسمن نبوده روحن است. اگر من روحن یا شرگان نمی بودم، یگان پرچه ادبی به وجود آورده نمی توانستم، مگر تب گریپ هنوز هست که فلسفه بوالفضولانه نوشتم. با سلام رفیقانه عینی. شما در مکتوب خود 10/1 سال 41 تاریخ گذاشته اید. در اولهای سال نو همین طور سهوها می شوند. احتیاط در کار است. عینی. 8 ینور پدرتان به خانه من آمده گفته بودند که بعد از 2-3 روز کلین و نبیره را گرفته به استالین آباد می روم. بعد از آنکه در راه آهن شرایطی روی داد که سفر آدم پیر و بچه خردسال دشوار گردید. از جهت دفع بیماری های گذرنده هر رونده باید پیش از به پاییز نشستن در وокزال به حمام در آمده لباس و چیزهای خود را دزینفکسیا کناند. انا همین برای پیران و بچگان شیرمک خوف شمال خوردن را می آورد. بعد این واقعه من به پدرتان راست نیامدم که این حال را فهمانم. اگر شما هم به فکر من همراه باشید، خبر دهید که تا گرم شدن هوا سفر را موقوف می مانند. خبرهای ناز همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با پاناماریوف 16 فوریه سال 1942. محترم پروفسور پاناماریوف، مکتوب 13 مارت فرستاده تان با دوم تحریر دگوار رسید. افسوس که من مجبورم التماس اولینم درباره آزاد کردنتان مرا از ادای این کار به صفت افطاری تکرار نمایم. من پیش از دیدنم پروژه دگوار به این کار به شرط رضای یوسفی رضایی خود را داده بودم، اما رضا کردن یوسفی را هیچگاه من به گردن خود نگرفتم. لیکن بعد از دیدن پروژه دگوار من دانستم که این وظیفه را ادا کردن نمیتوانم. بنابراین من از شما تکرارا التماس میکنم که مرا از این کار به صفت افطار آزاد کنید.
درباره به شما تقدیم کردنم کاندیداتی یوسفی گمان میکنم که خطا نکردم، چون که او لیتفاک ووز را تمام کرده است و نظریه تنقید را خوب میداند. اگر یوسفی این کار را قبول نماید و از من کنسولتاسیا طلب کرده به پیشم آید، من به پول و در صورت اختیاری در دایره دانش و اقتدار خودم به او کنسولتاسیا میدهم. یوسفی را خودتان به این کار راضی کنید. هر وقت که با یوسفی دگوار بستنی شوید، من مصلحت میدیم که مسئله ترجمان را از مسئله افتر جدا کنید. خواه اثر از جانب اینستیتوت قبول شود خواه نه، حق ترجمان را علاهیده و تماما در وقت تسلیم کردن کاردانی قدردانی شود. زیرا نظر به تکست دگواری حاضره باید ترجمان هم برای تماما گرفتن حق کار خود چاپ شدن اثر را منتظر باشد و هیچ افتر این شرط را از طرف یگان ترجمان قبول کردن نمیتواند. اما در صورت رد شدن اثر باشد باید حق ترجمان را افتر دهد. من گمان میکنم هیچ افتر این کار را هم نمی کند، اما رد کردن من این کار را با مسئله ترجمان وابسته نیست. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. خلقی ما را دفتری عینی